پادشاه 10 تا سگ تربیت کرده بود که هر کسی اشتباه میکرد مینداختنش جلوی سگا، مقابل چشم بقیه بخورنش تا درس عبرتی بشه برای دیگران. دست بر قضا یکی از روزا یکی از وزرای پادشاه یه اشتباهی کرد و شاه عصبانی شد و نتونست ببخشتش. دستور داد بندازینش جلوی سگا. وزیر گفت قبل عالم قبول، فقط میشه 3 روز به من مهلت بدی؟ پادشاه قبول کرد و به جلاد گفت 3 روز دیگه همینجا بندازینش جلوی سگا. وزیر رفت پیش نگهبان سگا و گفت من 3 روز میخوام به اینا خدمت کنم. نگهبان قبول کرد. وزیر به این سگا غذا میداد، شستشون میکرد، نوازششون میکرد. 3 روز شد و جلوی چشم پادشاه وزیر رو انداختن توی قفس سگا. یه دفعه دیدن سگا حمله نکردن و برعکس کنارش نشستن و خودشونو میمالن به وزیر. پادشاه داد زد با این سگا چی کار کردی؟ وزیر جواب داد من 3 روز به اینا خدمت کردم، فراموش نکردم، ولی عمر به تو خدمت کردم با یه اشتباه کوچیک همه رو یادت رفت. رفیق، وقتی میخوای یه رفیق تو به خاطر یه اشتباه باطل کنی، یه سر به خاطراتت بزن. گذشته خوب آدم ها رو بیارزش نکن.